برو. ها اگر میخوای اینجوری تو خراب نکنی، زمانی که گلر به سمت تو داره میاد، دو تا نکته رو باید رعایت. نکته اولی که تو این تمرین بود و هادی توپو خراب کرد این بود که نزدیک به دروازه‌بان اقدام به دریبل زنی کرد، در صورتی که باید 2 متر حداقل با گلر فاصله داشته باشه. گلر مثل بازیکن نیست، گلر از دستش هم استفاده میکنه، پس شایع بیشتری رو در بر میگیره. آفرین. نکته رو گرفتید بچه‌ها. به جای اینکه بیاد از فاصله نزدیک دریبل بزنه مثل قبل توپو دروازه‌بان بگیره، از فاصله 2 متر دریبل زد و راحت توپو به گل تبدیل کرد. زمانی که دروازه‌بان رو به جلو حرکت میکنه، بهترین از بهترین گزینه‌ها اینه که شما کنار پاش ضربه بزنید. این قسمت به خاطر اینکه وقتی به جلو حرکت میکنه، واکنشش میاد پایین، دیگه نمیتونه بچرخه و با دست اینو بگیره. بچه‌ها گزینه بعدی وقتی گلر میاد رو به جلو، وقتی گلر از گل جدا میشه، خیلی زمان مناسبی برای چیپ زدن. در شرایط دریبل زنی نداشتید میتونید پا بکنید زیر تو و از بالای سر دروازه‌بان بزنید تو گل که همون چیپ بهش میاد. یکی از بهترین گزینه‌هایی که شما میتونید تو دروازه 7 متری گل بزنید که خیلی نمیتونن، اینه که شما زمانی که به سمت داخل حرکت می‌کنید، ضربتون رو به سمت مخالف بزنید. به خاطر اینکه گلر مثلا زاویه چپ یا راست رو میبنده، اون زاویه رو خالی میذاره. شما باید بزنید تو همون زاویه